آقسو یکی از شهرهای تاریخی و زیبا در جمهوری آذربایجانه که در دامنه‌های جنوبی کوههای قفقاز و در کرانه‌های رود آقسو واقع شده. این شهر در حدود 150 کیلومتری شمال غرب باکو قرار داره و از نظر جغرافیایی در منطقه شیروان جای میگیره. آقسو با طبیعتی سرسبز، تپه‌های آرام و آب و هوای معتدل کوهپایه‌ای، مقصدی دلانگیز برای گردشگران داخلی و دوستداران تاریخ و سکوت طبیعت است. پیشینه آقسو به قرن 18 باز می‌گردد، زمانی که نادرشاه افشار پس از حمله به شاماخی، شهر جدیدی به نام آقسو بازار در نزدیکی محل فعلی آقسو بنیان نهاد. در منابع تاریخی این شهر به عنوان مرکز خاننشین آقسو هم ثبت شده است. ویرانه‌های شهر قدیم آقسو شامل بقایای دیوارهای خشتی، کوچه‌ها و بناهای سنگی امروز در کنار شهر جدید قرار دارند و به عنوان یکی از آثار ثبت شده باستانشناسی جمهوری آذربایجان شناخته می‌شوند. امروز آقسو با ترکیب فرهنگ سنتی و بافت مدرن شهری، مرکز فعالیت‌های کشاورزی، صنایع دستی و آموزش منطقه است.